لولا همگی 4.5 سال دارد و یکی از خردترین ها در این مکتب مدل های نورس است. او برای هفته 3 روز به اینجا می آید تا حرکت های موزون صحنه و صنعت سخنوری را بیاموزد. نام برآوردن برخی از مدل های تاجیک در 2 سال اخیر توجه نورسان تا 16 ساله تاجیک را به این هنر افزوده است. استودیوی رقصی نوای ایرا 1 سال پیش درس تربیه مدل ها را به راه ماند. ما аллакай 3 гурӯҳи кӯдаконаи моделҳоро омода кардем. Дар гурӯҳи барои ҷавонон моделҳое таҳсил мекунанд, ки таълими хуб гирифтаанд ва ҳатто онҳоро барои таҳсил ба хориҷа даъват доранд. نازنین یعقوبова یکی دیگر از شاگردان این محفل است. تایرا لین بنکس زیباسنم آمریکایی را نمونه تقلید برای ساختن کرییر خود می‌داند. می‌خواهد مثل او چند کسب را از خود نماید. همچون او بی‌سرایت پرودیوسری کند و راوی تلویزیون باشد. او می‌خواهد تصورهای جامعه سنتی را به زنی که در صحنه زیبایی را نمایش می‌دهد بشکند. راستش را گویم فرهنگ ما دیگر است. اما آرزو دارم صف زیباسنم‌ها از حساب دختران تاجیک هم بیشتر شود. مناجات عثمانووا یکی از اولین ختم کرده های این مکتب است که حالا به حیث مربی به خواهشمندان این محفل درس میگوید. من درس‌های به مثل طرز درست و مهین راه گشتن در صحنه‌های بزرگ، مهارت اکتوری و سخنوری را می‌آموزم. اینچنین آنها را برای اشتراک در آزمون‌های خارجی آماده می‌کنم. для представления их в разных странах. اول ماه سپتامبر زیباسنم‌های این مکتب در جشنواره پیر کاردن میس ورلد ایژا بیوتی که در آستانه برگزار شد 3 جایزه به دست آوردند. زمرت باقی و 27 ساله مقام اول و گراند پری جشنواره را صاحب شد. عملیه جورایوی 13 ساله باشد در بخش نورسان سزاوار عنوان تاپ مدل جشنواره شد. حالا نه همه خانواده ها در جامعه سنتی تاجیکستان این هنر را خوش قبول دارند و نه همه والدان اجازه می دهند که دخترانشان از صحنه های بزرگ مد زیبایی خود را نمایش دهند. در این مکتب اکثرا نورسان آموزش می گیرند که در خانواده های صاحب معلومات زمانوی بزرگ شدند و مردان خانه به آزادی زنان احترام قائلند.